کودک نوزاد در میان ارمنی‌های فراری از قره‌باغ کوهی، راهی که از آن منطقه بیرون میبرد بسته است. حکومت ارمنستان خبر داد که تا نیمه روز 27 سپتامبر نزدیک 50,000 ساکن قره‌باغ کوهی به ارمنستان کوچ بستند. این زن با فرزندان از جمله با طفل 2 هفته‌اش فرار کرده است. این پسر و نامش اوتیس است. وی تولد شد و جنگ آغاز گردید. ما از خانه هایمان برآمده به اینجا آمدیم. ما چند روز در تختخانه، بعد در پناهگاه ماندیم. من 7 فرزند دارم. همه این کودکان از آن منند. آنها 3 جنگ را دیدند. در سال 2016، سال 2020 و حاضره را. هر یکی آنها بیرحمی این جنگ ها را از سر گذرانیدند. فرزندی من تولد شد، اما ما نتوانستیم برای او آینده بسازیم. ما به بازگشت امید نداریم. با آذربایجانی ها پهلو به پهلو زیستن ناممکن است. صلح با آنها دروغ است. آذربایجان بعد 19 سپتامبر در نتیجه یک عملیات نظامی نظارت قره‌باغ کوهی را به دست آورد. نیروهای ارمن بعد ایستادگی طولانی تسلیم شدند. حیات آینده تقریبا 120,000 ارمنی قره‌باغ کوهی ناروشن باقی میماند. بیشتری آنهایی که قره‌باغ را ترک میکنند در شهر گوریس هممرز با آذربایجان جایگیر شدند. در آنجا مرکز قبول گریزه ها است. در شهر همسایه کورنیزار آمدن مردم بیجو شده ادامه دارد. خیلی مهم است که ناظران مستقل و سازمان‌های بشردوستانه که مردم قره‌باغ کوهی به آنها شدیداً احتیاج دارند به این منطقه دسترسی پیدا کنند. روز 25 سپتامبر در ترکیش انبار سوزشواری در نزدیکی استپانکرت شهر اساسی ولایت 20 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. در این شهر که آذربایجانی ها آن را خانکندی مینامند 300 نفر را در شفاخانه بستری کردند. آذربایجان کمک خود را برای معالجه آسیب دیده ها پیشنهاد نموده است.